خب میپردازیم به اولین بخش صحبتمون در مورد شاهنامه و ابرقهرمان‌های اون. قهرمانان شاهنامه یا پادشاهانن یا پهلوانان و در هر دو صورت از فره ایزدی و پشتیبانی الهی برخوردار. این فره ایزدی چیزی نیست که بدون شایستگی و زمینه به کسی اعطا بشه. در واقع اگرچه اونها به مدد این فره، به مدد این توانایی ویژه، به مدد این موهبت پیش میروند، بسیار از مشکلات رو حل میکنن، در نمیمونن، از موانع عبور میکنن و به مقاصدی که دارن نزدیک میشن و میرسن، ولی این سوار بر منش اونها و شخصیت اونها میشه. اینطور نیست که هر چیزی و هر کسی بتونه اون رو داشته باشه. نشونه این که میگم این فره ایزدی سوار بر منش و شخصیت اونها میشه، یکی هم این هست که راه و روش اونها، رفتارشون، سرگذشتشون متفاوت هست با هم دیگه، به دلیل همین که جایگاه خودشون متفاوت هست و اگرچه از اون امکان برخوردار هستن، ولی به دلیل تشخص خودشون وضعیت هر کدوم هم با دیگری فرق میکنه. من در شاهنامه و از شاهنامه 4 تا قهرمان رو یا ابرقهرمان رو برگزیدم که 3 تای اونها پادشاهند: جمشید، فریدون و کیخسرو، و یک تنشون پهلوان است که رستم است. توجه داشته باشید که من در این سخنانم در پی نقل داستان نیستم. داستان ها بعضیش بسیار طولانیه با زیر و زبرهای فراوان که البته بنده برنامه‌ام این نیست که اونها رو توضیح بدم. چیزی که اینجا برش تاکید میکنم اون قسمت ابتدایی و گاهی انتهایی داستان هست، یا البته در مواردی در میانه، که یک جا بر اون وصف اسطوره‌ای اون قهرمان تاکید میشه و یک جا بر اون وضعیت تراژیکی که داره. اولین فرد جمشید هست. جمشید یکی از بزرگترین و یا شاید بزرگترین پادشاه افسانه‌ای و اسطوره‌ای شاهنامه است. در این داستان به اون بسیاری از چیزهای مهم، ابداع، کشف و خلقت بسیاری از امور، از سلاح و جنگ افزار و آهن گرفته تا پارچه و جامه و حتی ساخت اجتماعی رو سامان دادن، اینها به جمشید منسوب شده. اگرچه او 3 یا 4 پادشاه هست در شاهنامه، ولی اولین پادشاه بزرگیه که در واقع سلطنت جهان آموزگار به اون نسبت داده میشه و فر کیانی و موهبت ایزدی در مورد اون شاید از اینجا شروع میشه. جمشید معنای آفتاب و درخشش و نور خورشید هست. در بزرگی جمشید همینقدر بس که 2 نکته رو اشاره کنیم. یکی این که پارسه، بزرگترین و باشکوه‌ترین قصر هخامنشیان، به نام تخت جمشید معروف شد و علت اون این بود که بعد از حمله اسکندر و مدتی که به هر حال غبار فراموشی میراث هخامنشیان رو در بر گرفت، مردمی که از اون حوالی میگذشتند چنین تخت و بارگاهی رو فقط لایق جمشید میدیدن. در تخیل و توهم خودشون، در تصور خودشون فکر کردن که اون تختی که راجع به جمشید گفتن که چه عظمتی داشته، چه بزرگ بوده و اون رو بر اون می نشوندن و یا جلوس میکرده بر اون، اینقدر مشهور بوده که وقتی که تخت جمشید رو با اون عظمتش یا حتی بازمانده های تخت جمشید رو با اون عظمتش میدیدن که حاکی از اون عظمت بود میدیدن، تنها چیزی به ذهنشون خطور میکرد این بود که اینجا باید تخت جمشید باشه و به همون نام هم نامبردار شد، در حالی که اونجا پارسه بود و به جمشید
ارتباطی نداشت. نکته دیگه که جالب توجهه اینه که خب مشهوره که جمشید جامی داشت، در اون نگاه میکرد و از احوال عالم، مکانهای دور و زمانهای دور اطلاع پیدا میکرد و خبر میگه. اینقدر این مشهور شد که همین تعبیر جام جم هم که این اواخر به کار میرفت به همین معناست، یعنی جام جمشید، یعنی چیزی که قرار دورها، درسها رو و زمانها و مکانهای متفاوت رو ما نشون بده. علاوه بر اون اساساً جم، عصر جم، شکوه جم، جام جم، تخت جم، اینها همه در ادبیات فارسی بسیار شهرت یافت و همه حکایت از این داره که جمشید چه اعتباری، چه بزرگی و چه شهرتی یافته بود و هرچند که به هر حال سخنی است که اون رو در اعداد اساطیر طبقه بندی می‌کنیم، ولی به هر حال این به شدت شهرت پیدا کرده بود و در ذهن و فکر و ضمیر همه ایرانیان بود. نکته جالب دیگه در مورد جمشید این هست که عید نوروز روز تاجگذاری اوست، یعنی به این مناسبت تاجگذاری رو در ابتدای فروردین انجام دادن و اون روز رو هم نوروز خواندن و اعتبار و احتشام و محبوبیت نوروز تا همین روزگار ما حکایت از این داره که چقدر چیزهایی که از جمشید برآمده شانس ماندگار شدن و اهمیت یافتن داشته بوده. به بیتی از فردوسی اشاره میکنم که میگه که گیتی سپنج است و جاوید نیست، فری برتر از فر جمشید نیست. این جالبه، فری برتر از فر جمشید نیست. این رو هم تاکید میکنم که بعدا میگم که با چه کسی ما سرکار داشتیم. یا در مورد نوروز میگه به جمشید بر گوهر افشاندن، مران روز را روز نو خواندن. حالا بیان ببینیم که سرگذشت و سرنوشت این جمشید شاه چه بود. چون که در داستان اومده جمشید بعد از اینکه این همه بزرگی و این همه تسلط و این همه توانمندی رو در خودش دید دچار غرور شد. خب در ادبیات ما همه جا، چه ادبیات حماسی و چه سایر اونها، همه جا تاکید بر این رفته که وقتی افراد دارای قدرت میشن، وقتی افراد دارای حشمت میشن، نباید این رو به خودشون منسوب و منتسب بکنن. این یک نوع غرور و غره شدن هست، فریفته شدن هست که چیز خوبی نیست. در این داستان همین موضوع مطرح میشه، یعنی این بزرگی و جلالت برای جمشید غرور میاره، کبر میاره، تفاخر میاره و خودش رو بالاترین میبینه، جوری که هیچ کس انگار در اعداد اون نیست و خود به شخصه این کارها رو انجام داده بدون اینکه از کسی کمکی گرفته بشه. فردوسی میگه که از قول جمشید چنین گفت با سال خورده مهان، که جز خویشتن را ندانم جهان. یعنی اساساً جهان یعنی من، کسی دیگر از من نیست. هنر در جهان از من آمد پدید، چون من نامور تخت شاهی کلید. چون این گفته شد فر یزدان از اوی، بگشت و جهان شد پر از گفتگو. فر یزدان از او جدا شد. منی چون به پیوست با کردگار، شکستن در آورد و برگشت کار. به جمشید بر تیرگون گشت روز، همی کاست آن فر گیتی فروز. به زیر و زبر داستان خیلی کاری نداریم و وارد نمیشیم. همینقدر اشاره میکنم که ببینید اون موجودی که فری برتر از فر او به تعبیر شاهنامه وجود نداشته، اون موجودی که اولین پادشاه سراسر گیتی بود، اون موجودی که تمام فنون و مهارت‌ها و دانش‌ها و توانش‌های اولیه با ابتکار و ابداع اون و درک و خلق اون به عرصه میاد و این مشخصاً بر اساس فره ایزدی و داده خداوندگاری و حمایت معنوی و غیبی است. وقتی که اون به راه کج پا میگذاره این فرو میریزه و اون تبدیل میشه به موجودی که شکوه و فرش شروع میکنه به کاهش یافتن و سرانجام هم به دست
ضحاک از کار برکنار میشه و بعدها هم کشته میشه. ببینید تأکید من اینجا بر همین نکته است که ببینید در شاهنامه چطور افرادی به اوج آسمان ها میرسن از حیث عظمت و بلندی و بزرگی و در اتصال با فره ایزدی، ولی این مشروط هست، یعنی به صورت ثابت و یک بار برای همیشه به اونها پرداخت نشده و بر اثر اشتباه، بر اثر خطا، بر اثر خلاف، بر اثر عمل غیر اخلاقی و کردار ناشایسته میتونه از اونها گرفته بشه و اونها سرنگون میشه. شخصیت بعدی از پادشاهان اسطوری شاهنامه فریدون است. فریدون هم یکی از بزرگترین و باشکوهترین و پرماجراترین و هم محبوبترین پادشاهانی است که در شاهنامه پرداخت شد. در بخش سوم و چهارم داستان ضحاک این مسئله مطرح میشه که 40 سال پیش از این که فریدون به دنیا بیاد، ضحاک خوابی میبینه و خوابگزارانش چنین تعبیر میکنن که تخت تو به دست کسی میفته و سرنگون میشی که نامش فریدون هست. برای همین پیشگویی که شده بود کجا نام او آفریدون بود و این اطلاع که به مردم میرسه، مادر فریدون وقتی که اون رو به دنیا میاره از ترس اینکه گزشی به او برسه او رو به البرز کوه میبره و به دست مردی معنوی میسپره و گاوی که مانند اون در جهان نیست او رو شیر میده تا برآمده میشه و در آغاز جوانی از کوه پایین میاد، موانعی رو در مینورده، سپاهی فراهم میکنه و به جنگ ضحاک میره و اون رو شکست میده و هنگامی که میخواد اون رو بکشه به تعبیر شاهنامه سروشی خجسته به گوش اون میرسه که نه، کشتن اون به دست تو نیست و اون رو فقط زندان میکنه. منظورم اینجا تاکید بر این سروش خجسته است که در گوش اون صدا میکنه. اینو میخوام تاکید بکنم. کسی که 40 سال پیش از تولدش میلادش گزارش میشه، دیده میشه، پیشگویی میشه و بعد به طرزی معجزه آسا ارتزاق میشه، روزی داده میشه، حفاظت میشه، بزرگ میشه، میاد و در مسیر حرکتش به سمت قیام علیه ضحاک مشکلات بزرگی رو در مینورده و هم هوش و سطوت از خودش نشون میده، هم توانایی بسیار و هم نیکوکاری و همه اینها متصل میشه به اینکه اون فردی بوده دارای فره ایزدی. به هر حال میاد و به پادشاهی میرسه و پادشاه دادگری هم میشه با این اوصاف که بی‌شباهت به اوصاف یک پیامبر نیست، چنان که مثلا نقل کرده‌اند، به کاروبار جهان میپردازه. و از آن پس فریدون به گرد جهان بگردید و دید آشکار و نهان. هر آن چیز که از راه بیداد دید، بر آن بوم و بر کان نه آباد دید. به نیکی ببست از همه دست بد، چنان که از ره هوشیاران سزد. خلاصه که بیاراست گیتی به سان بهشت. خب فریدون گرد بدی نگشت و همچون جمشید دچار غرور و خودستایی بیش از اندازه نشد و به خطا و خلافی دچار نگشت که مشخصاً به عنوان یک مجازات پادفره فره ایزدی از او باستانده بشه. اما اتفاق دیگه رو فریدون سرزمین خودش رو میان 3 پسرش تقسیم کرد، داستانی که همتون میدونید. 2 نفرشون که ناراضی بودن از این قسمت، خب البته مشهورم هست و فردوسی هم میگه که فریدون ایرج رو بیشتر دوست می‌داشت و اون رو شایسته تر می‌دونست و قسمت مهمتر یعنی ایران رو گذاشت برای ایرج. اونها ناراحت شدن و توطئه کردن و به هر حال ایرج رو کشتن و از اینجا افول فریدون آغاز شد. منتها افولی که از جنس خطا نیست، از جنس ضعف بشری است. فریدون نتونست با مرگ ایرج کنار بیاد و این به نظرم میاد که یکی از
خواندنی ترین، جذاب ترین و بهترین قسمت های شاهنامه است، از این حیث که یک پادشاه افسانه‌ای رو میکشونه در سطح یک انسان، آنچنان که برای عموم انسان ها گفته میشه که داغ فرزند بزرگترین رنج و غم این دنیاست. وقتی این اتفاق میفته، این پادشاه اسطوره‌ای و این ابرقهرمان رو میشونه در هیئت یک انسانی که فرزند محبوبش کشته شده و اون دیگه تو این دنیا نمیتونه خودش رو سر پا نگه داره، دیگه نمیتونه به این دنیا، به سلطنت، به هر چیزی، حتی به خوبی و خیر و نیکوکاری دل بسته باشه. و این خصوصیت تام و تمام یک انسان مرسوم و معموله. فریدون بعد از این که ایرج کشته میشه و خود این به قدر کافی ضربه مهلکی بر اون میزنه، از این درد و داغ دو فرزند دیگه‌اش رو نفرین میکنه و آرزو میکنه که اونها هیچ کامی در این دنیا نبینن و آرزو میکنه، درخواست میکنه که از تخمه ایرج بزرگی بر بیاد و به انتقام پدر که پسر او هست در واقع، حالا به انتقام ایرج بر بیاد و این اتفاق میفته. فرزندی از ایرج به دنیا میاد که نام منوچهر برام میگذارن و منوچهر همونطور که هم اقتضای مرسوم پادشاهان و پهلوانان بوده در انتقام پدر رو گرفتن و هم خب تا حدی به پیروی از پدر بزرگ فریدون به جنگ سلم و تور میره و اونها رو میکشه و سرشون رو برای فریدون میفرسته. حالا ببینید که فریدون در چه وضعیتی قرار میگیره. فرزندش کشته شده و اون برای انتقام اون فرزند باید دو فرزند دیگه‌اش رو هم بکشه و هم کارم میکنه. این یکی از بهترین نمودها و نمادهای وضعیت تراژیک است. وضعیت تراژیک یعنی وضعیتی که شما یک انتخاب خیلی سخت دارید، انتخابی که بین خوب و بد نیست، انتخابی که بین خیر و شر نیست، بین نور و ظلمت نیست، انتخاب حماسی نیست، انتخابی که هر طرف رو که انتخاب کنی با درد و آه و شکنجه و رنج همراهه. هر کدوم که انتخاب کنی بعداً مورد اعتراض قرار میگیری، هم از جانب وجدان خودت هم از طرف دیگران، ولی نمیتونی همین کارو نکنی. فریدون از اونجایی که یک انسانه و نه یک خداوندگار، در اینجا هویت انسانی بشری معمولیش مطرح میشه و تقویت میشه. انسانی است که فرزندش کشته شده و اون دیگه چیزی براش جلوه نداره از یک طرف، و از طرف دیگه مثل هر انسانی تمایل داره اینکه انتقام فرزندش گرفته بشه. شاید اگر فریدون یه موجود فراتر بود میتونست از این قضیه بگذره، ولی و شاید حتی باشن شاید انسان‌هایی که بتونن این کارو بکنن، البته خیلی نادر. ولی جالب اینجاست که فردوسی فریدون رو میاره در سطح انسان‌های حتی متوسط، انسان‌های معمول و مواجهه اون رو با این پدیده نشون میده تا بیشتر از هر داستان دیگه‌ای، بیشتر از هر داستان پردازی دیگه‌ای افق خودش رو در همون حال که در اوج هست، اسطوره‌ای هست، بیاره و با انسان‌ها نزدیک کنه. خب پایان کار فریدون تا حدودی دردناکه و اون بر اثر همین افسردگی و آزردگی هم از کشته شدن مقتول و هم از کشته شدن قاتلان حالتی پیدا میکنه که فردوسی اون رو خار و زار توصیف میکنه. در دخمه بستند بر شهریار، شدن ارجمند از جهان زار و خوار. پر از درد ایران، پر از داغ شاه، که با سوک ایرج نتابید شد. نتونست دوام بیاره و تحمل کنه. جاهای مختلفی فردوسی در داستان‌های دیگه از فریدون یاد میکنه و یکی از چیزهایی که میگه باز تاکید بر همین نکته است. در اون گفتگویی که کیخسرو داره با افراسیاب که میخواد با اون طعنه بزنه که تو کی هستی، میخواد بگه فریدون که چنین چیزی بود چنین ادعاهایی نکرد. یعنی بر همین نکته که از یک طرف اسطوره بود،
از یک طرف بشر بود و ادعای خیلی گزاف نداشت، میگه فریدون فرخ ستاره نگشت، نه از خاک تیره پی برگذاشت، قدمی فراتر نگذاشت. خب پس ببینید دو تا شخصیت که ما در اینجا بررسی کردیم، یکی جمشید و یکی فریدون، به دو شکل کاملا متفاوت، هر دو در اوج اعتبار و اقتدار و احتشام به پشتوانه فره ایزدی و بعدن یکیشون بر اثر خطا و خلافی که در میان انسان‌ها رایج هم هست در یک وضعیتی قرار میگیره که فره ایزدی از اون ستانده میشه و از بین میره، و دو دیگر فریدون که به شکل دیگری او هم از همون اوج بزرگی و عظمت میاد جلو و در یک وضعیت تراژیک قرار میگیره که محصول نوعی بدشانسی در این دنیا، و بدشانسی هم چیزیست که به فراوانی در کمین انسان ها هست و اگر کسی نتونه خودش رو از حیث اون ابتدا، یعنی اون بزرگی و عظمت اون فره ایزدی با جمشید و فریدون مقایسه کنه و همزاد پنداری کنه، در این قسمت های انتهاییش به خوبی میتونه اینکه حوادث این روزگار میتونن کاری بکنن که کسی از اون عظمت پایین بیاد، و این پایین اومدن گفتم در مورد فریدون حتما قطعا با خلاف و خطا هم نیست، فقط بدبیاری است و اینکه شرایطی که یک انسان و یک آدم که به هر حال توانایی‌های محدودی داره ممکنه قادر به تحملش نباشه.